شاه اگر ما این فرصت را خوب استفاده بریم پس امکانی دستگیر کردن تروریست وجود دارد. من به شما باور دارم. مظفریت خواهانم. میخواهید که دعایتان مستجاب گردد؟ میخواهید که زندگیتان رنگ دیگر گیرد؟ میخواهید که ثروتمند باشید، آبرومند باشید؟ پس دعای نیکی پدر و مادر گیرید. بله درست قید نمودی برادرمون. مرحمت دوستان عزیز، با کانال همی برادرمون میدونیم подписать میکنیم، پوست میکنیم در یوتیوب معنی حیات. میدونیم برادران نمی یکم در کانال همی برادر خودش میبره، میدونیم подписать میکنیم. انشالله که دستگیری میکنیم برای که ویدیوهای بهترین کدام پارتوی مرحمت میدونیم تماشا میکنیم، подписать میکنیم، لایک پایک همه چی را میمونیم برادر عزیز به خاطر همین برادرمون. تشکر. قماندان اگر اجازت باشد من گفتنی دارم. یعنی میخوام همه شنوند. تنجی است فیض‌الله؟ امروز قماندان قرباتک باز با ما همراه شدند. صد شکری که چنین شد. ولی من باز یک سخن خوشحال کننده دیگر هم دارم. چون که همه شما نزدیکان من هستید و پنهان کردن نمیتوانم. سو از من میرنجد ولی هیچ گپ نی. قماندان من پدر میشوم. براستی مجاهد چه تولد میشود گوی؟ ای قهرمان منی، تو پدر میشوی. کو اینجا بیا. اینجا بیا. این نواسکری ما بزرگ شده است. تو خودت کودکی، چطور کودک دار میشوی؟ قماندان مبارک شود فیض‌الله. تشکر زیاد قماندان. دودری عزیزم، اکم مبارک شود. تشکر زیاد. مبارک شود برادر. تشکر به تو برادر. برادری من مبارک شود. تشکر. پس اول درگن را دستگیر کنیم، انا بعد قید میکنیم. انشالله قماندانم. عیناً همین خیل نیدو. عیناً همین خیل قماندان. خیر، کارو کی آغاز میکنیم؟ با من فرق ندارد، میتوانیم که خودی حاضر آغاز کنیم. یک ماه، یک هفته. یک روز هم تأخیر نمیگذاریم. اگر یک ساعت پس گوید، حتی یک ثانیه پس گوید، من تیارم. اینها چی میگویند؟ خاموش خیاله، خاموش. حمله در کجا صورت میگیرد؟ عالی، به نهایت عالی. ولی آدمانی زیاد نمیمیرند مگر؟ میدانید ترکیه در تاریخش با بزرگترین عمل تروریستی روبرو خواهد شد، زیرا امکان هلاک شدن آدمانی زیاد وجود دارد. لطفاً لعنت خواندن ترور را فراموش نکنید. مگر میتوانیم که فراموش کنیم؟ من سمی را میشناختم. برای این از او قرض داریم. باور کنید آنها به حمله ارزندند. کنسول با لیندا چیزی را نشان داد. لیندا میداند که ترکش در کجا به عمل می آید. یک چند ساعت پس گفتند شاید خودی حاضر باشد. لیندا گفت که شاید آدمان زیاد بمیرند. این یگان جای سیر آدم است. این حمله عادی نیست، قتل عام است قماندان. عالی جناب، همینطور نه؟ این را دیدی؟ این همگی یک قطره اش است. یک ماشین این میتواند که یک کوچه را، حتی یک ناحیه را بیتر کند. با همین میتر کنند؟ بله، البته با همین.
ما این مراتب یک چیزی نو درخواست کردیم. دوستانمان به پول زیخنگی کردند، ولی ما نه. این بمب ترکیه را به دوزخ تبدیل می دهد، به دوزخی حقیقی. دائم از جانب ما تلفات می شود. بگذار آنها هم بمیرند. البته همین طور. ولی اگر یک بار دیگر سخن تلفات را از دهانت شنوم، تو را از بلندی به جری می پرتایم. حتی مردهت را نمی یابند. ببخش درگن، دیگر تکرار نمی شود. یک بار دیگر تکرار کن، روزت را بین.